حجت صلح نوین تاجیکانم پرچم است، پایداری مقام آریانم پرچم است. همساله 24 نوامبر در جمهوری تاجیکستان همچون روز پرچم ملی جشن گرفته می شود. تنها ارزش‌گذاری ملت تاجیک بود که امروز پرچم ملی تاجیکستان میان دیگر ارزش‌های ملی جایگاهی خاص دارد. برافروختن پرچم بار دیگر از آباد و زیبا و صاحب استقلال بودن تاجیکستانی عزیز شهادت می‌دهد. تاجیکستان، پرچمت تاجی سر است. پرچمی تو از همه بالاتر است. پرچمی تو پرچمی عدل است و داد، کین درفشی کاوهی آهنگر است. پرچمی تو بوده از جلد پلنگ، بیگزند و محکم و تاباور است. از میانی خلق گردیده بلند، زین سبب در پرچمی تو باور است. از فریدون هزاران سال پیش، خلق ما را جلوه‌ی بال و پر است. پرچم جمهوری تاجیکستان رمز دولتداری و استقلال و آزادی بوده. آن نشان از مستقلیت دولت می باشد. باعث افتخار و سرافرازی است که طی سالهای اخیر در شهر و ناحیه‌های گوناگون کشورمان باغ و گلگشت‌های گوناگون پرچم مورد استفاده قرار گرفتند که این از ارزش‌گذاری ملت تمدن‌آفر ما به مقدسات ملی خوش می باشد. بگذار پرچم جمهوری تاجیکستان همیشه در منبرهای بین المللی و سازمان‌های جهانی، اینچنین در کشور زیبا و آفتابروی ما تاجیکستان عزیز پرطرفشان باشد.